توی این ویدیو قرار بهتون یاد بدم که چجوری با استفاده از یه برنامه بتونید CP رایگان بگیرید. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. بریم سراغ آموزش. خب رفقا، من این آموزش از یه داداشمون که یوتیوبرم هست یاد گرفتم. بچه‌ها به گفته خودش بدون بند شدن میتونید این CP رایگان رو بگیرید، بدون احتمال 1% تا بند شدن، که بهمون نشون داد که بچه‌ها تو 3 اکانتش هم میگیره بدون بند شدن. یه بار 80 تا گرفت، یه بار 420 تا، یه بارم 10,000 CP گرفت که کاملا شانسی، مونده به شانستون. بچه‌ها شما برای این کار باید اپ مایکت رو باز کنید که فکر کنم همتون داشته باشید. اگه هم ندارید میتونید از گوگل دانلود کنید بچه‌ها اپ مایکت. بعد بیاید داخل مایکت بچه‌ها، اینجا سرچ کنید گیم بوستر. سرچ کنید گیم بوستر بچه‌ها. بعد اینکه بچه‌ها سرچ کردین بذارید بالا بیاد. حالا خب بچه‌ها بیاید پایین. این اپی که اینجا مشخص کردم بچه‌ها ببینید اسمش اینه، گیم بوستر پلی گیم، که شاید حالا بازار هم باشه بچه‌ها، ولی بهتر از مایکت دانلود کنید. حجمش 10 مگه که نیم بها هم حساب میشه بچه‌ها، یعنی 5 مگ میتونید دانلود کنید. واقعا چیز خیلی کمیه بچه‌ها. بعد اینکه این اپ رو دانلود کنید بچه‌ها دقت کنید، حتما این اپ باشه. روی اجرا باید بزنید، حتما نگاه کنید بچه‌ها، حتما این برنامه باشه، شاید فیک و اینا بود. دقت کنید حتما 10 مگ باشه، اسمش این باشه. بعد اینکه باز کردیم بچه‌ها، چون حالا من قبلا یعنی این داداشمون قبلا این بازی رو اضافه کرده، اینجا باید ضربه رو بزنید، بازی رو پاک کنید. روی بچه‌ها به اضافه کلیک میکنید، حتما دقت داشته باشید، روی به اضافه کلیک میکنید. بعد اینکه کلیک کردید بذارید بالا بیاد بچه‌ها برنامه هاتون. خب بچه‌ها بعد اینکه بالا آمد اینجا کالاف رو باید پیدا کنید، بعدش روی اد بزنید. خب کالاف رو پیدا کرد، اد رو بزنید بچه‌ها، اینجا واسهتون اضافه میشه. بعد اینکه این بازی رو اینجا اضافه کردین باید روی اون موشک بالا به اضافه کلیک کنید تا CP واسهتون باز بشه. روی موشک کلیک میکنید، اینجا تو این برنامه نوشته که اگه روش کلیک کنید CP رایگان میده بچه. ولی دوستان این داداشون میگه که یه باگ پیدا کرده، باید حتما بازی رو از داخل برنامه باز کنید. حتما باید از داخل برنامه بازی رو باز کنید تا باگ اجرا بشه. بعد روی پلی گیم بزنید و منتظر باشید که بازی کاملا بالا بیاد. این داداشم میگه که یه باگ پیدا کردی که با استفاده از این باگ میتونید به راحتی CP کامل رایگان بگیرید، که این داداشمون چند بار گرفته. همونطور که میبینید بازی ویدیو یکم قدیمیه، مال 5 ماه پیشه، ولی بچه این باگ هنوز هستش. میتونید با استفاده از این باگ CP رایگان بگیرید. حتما ادامه ویدیو رو ببینید، چون قرار توضیح بدم کامل چجوری قرار بگیرید. هنوز تمام نشده، داخل بازی باید یه کارهای انجام بدین که منتظر باشیم وارد بازی بشه. حالا رفقا یه نکته دیگه هم بگم، مثلا اگه شما الان 10,000 تا CP میخواین، روی 10,000 که کلیک میکنید این کاملا رندومه. دقت کنید که رندومه، شاید 20,000 CP بده، شاید 80 تا بده، شاید 500 تا بده، شاید 600 تا بده. کاملا شانسیه و خیلی این جالبه، چون میتونید با استفاده از این باگ حتی زیادتر هم بگیرید که یه گردونه رو کامل بتونید بزنید. آقا خب وقتی وارد بازی شدیم بچه، همونطور که از لابیش هم مشخصه، با ویدیو یکم قدیمیه، واسه 5 ماه پیشه. خب رفقا بعد اینکه بازی بالا اومد برید تو ستینگ، بعد از اینجا این سیمود رو روشن کنید. خب بعد اینکه روشن کردید میاین اینجا این تیم آپ، همون که بچه ها کنارش یه پرچم است پایین علامت دانلود، اینجا این تیک کلن رو برمیدارید از اینجا و روی سند میزنید. اگه کلن داشتید البته روی سند میزنید، بعد شما رو میبره به روم بچه ها. خب رفقا اینجا اون 3 خط رو میبینید کنار فرند، از اینجا 4 گزینه میاد بچه ها. از اینجا ساپورت همون پشتیبانی رو انتخاب میکنید. میاید تو قسمت کات پوینتس بتل پس، از اینجا میتونید پیداش کنید. حتما ویدیو رو با دقت ببینید، اینجا هست. خب بعد اینکه پیداش کردین رو گزینه دومی میزنید بچه ها، از بالا دومی.
از بالا ردیف دوم دیگه، فهمیدین همتون اینجا آخرش هم یه دونه علامت سوال داره، دومیه بچه‌ها. اینو میزنید اینجا میاد نو رو انتخاب میکنید، حتما دیسلایک کنید. بعد بچه‌ها از اینجا گزینه اول رو انتخاب میکنید حتما. دوباره یه صفحه جدید واسهتون باز میشه، باز دیسلایک کنید، نو رو بزنید. بعد بیاید پایین بچه‌ها، از اینجا گزینه از آخر دومی جنرال رو بزنید حتما. بعد دوباره واسهتون یه صفحه جدید باز میشه، این بار باید یس رو بزنید، بیاید پایین اینجا این کادر آبی رنگ، روی کادر آبی رنگ کلیک کنید. بعد این صفحه واسهتون باز میشه، اینجا باید شما گزینه سوم از بالا، گزینه سوم همون وسطی رو بزنید. توی مرحله بعد باز روی گزینه اولی کلیک کنید که بچه ها بعدش از اینجا چند تا ازتون سوال میپرسه که همشون روی یس بزنید. بعد از قسمت پشتیبانی خارج بشید، چند باری روی خروج بزنید. بعدش که برگشتید تو بازی از اینجا خارج بشید، وارد قسمت ستینگ بشید دوباره حتما. خب بریم وارد قسمت ستینگ بشیم. خب این بار استریم مود رو خاموش کنید. بعدش برید قسمت بچه ها شاپ سی پی، همون برید قسمت شاپ سی پی و هر کدوم از گزینه‌ای که خواستید رو کلیک کنید. حالا 1080 تا 880 420 تا، ولی قرار نیست هر کدومی که انتخاب کردید بده، کاملا رندومه. خب ما کلیک کنیم، خب میاره که امکان خرید در دسترس نیست. این داداشو میگه که چند باری تونسته از این باگ استفاده کنه و توی چند اکانتش بگیره این سی پی رو بچه. خب بعدش از کلاب خارج بشیم، بیاید دوباره توی برنامه. اینجا لازمه که بچه شما دوباره این گزینه موشک رو بزنید. خب حالا داشتون بزنه ببینیم چی میشه. نه بچه ها اشتباه کردم، اینجا باید شما بازی اول پاک کنید، اون ضربه رو بزنید بازی پاک بشه. بعد روی گزینه موشک بزنید تا باگ اجرا بشه. بعدش این داداشون میگه که شما نباید این برنامه رو پاک کنید بچه ها، تا 24 ساعت آینده نباید این برنامه رو پاک کنید. حتما باید تو گوشیتون باشه. شما حتما امتحانش کنید حتما، چون واقعا اگه کار کنه بچه ها یه چیزی مفته تقریبا. میتونیم با استفاده از این باگ 10,000 سی پی بگیریم که میتونیم از این به بعد بتل پس رو رایگان بگیریم، با سی پی رایگانمون بگیریم. فقط حتما ویدیو رو با دقت ببینید، تا چند بار ببینید تا اصلا خطا نکنید، تا این باگ اجرا بشه واسهتون. که این داداشمون حالا این برنامه رو پاک کرد، گفته که 24 ساعت گذشته من سی پی همو تونستم بگیرم. شما هم اگه تونستین بگیرید حتما تو کامنت ها واسم بگید. حتما برید امتحانش کنید دیگه بچه ها، واقعا مفته به نظرم. خب رفقا اینم از ویدیو. ممنونم که چنل رو ساب میکنید، این ویدیو رو لایک میکنید، یه کامنتی واسم میذارید. دمتون گرم، میدونم میذارید. تا ویدیوهای بعدی فعلا آقا، خداحافظ.